من اکرام و زولفی هستم، نزاده شهر تاشکند. تقدیرهای خدا قطعی من ناحیه عین دیهای سنگیستان شهر کرده اومدگی. ولی اومدگی من اگر فکر کنم تا حاضر باوریم نمی بیاد. وقتی که اینجا اومدم به من تصوراتم تماما دیگه خیلی بود. فکر نمی کردم که ناحیه عین خیلی کوهستان باشد. بهانه همون کسا کرده هر روز بازار میبرم اومدگی شدم. بهانه دیدم چند بار بازار بابا خوردیم، گپ زدیم، یک دیگر ما با معقول کردیم، یک دیگر مایه همون دوره با любовь с первого взгляда. نخستین فرزندم تاشکند تولد شد. دلخوش نام کردیم. اینجا اومدنی نبودیم. ما این قشلاق براستی اومدنی نبودیم. مکتوب کردم ما این با پدرشون. مکتوب گرفتیم و مکتوب نویسیده بود که برومده بیا که مادرت کسل کرده. 6 ماه عذاب کشیدم. 6 ماه عذاب کشیدم. بعد مسئله زبان با مثل من وطن بیارن شوهردی ها بسیار. این همش تقدیر نصیب. узбек‌ها میگن که قیزبولا پلخمان تاشه سنگ پلخمان بگو. کجایی که خواتید انا همونجا به وطن، همونجا به زندگی.